در خواجگی دهات ولایت امروزها زمینه‌گذاری به حاصل سال آینده آغاز و ادامه داشته، یکی از سمت‌های آن شدگار زمین‌های کشاورزی محسوب می‌یابد. سال جاری شدگار زمین به مساحت 205,016 گیتار به نقشه کاری گرفته شده. از این نشان داد 111,275 گیتارش و ناحیه‌های پخته‌کار راست می‌آید. الحال در این منطقه‌های کشاورزی از غوزه‌پای تازه کردن زمین و شدگاری آن ادامه دارد. البته شدگار یکی از چاره‌بینی‌های مهم آگروتکنیکی محسوب یافته، اساس تیارکنی خاک به کشت زراعت به حساب می‌رود. طبق تحلیل‌های عالمان ساحه، شدگار خوش‌صفتی سری وقتی غذاناکی خاک را تا 13% بلند می‌بردارد. شدگاری درست به کشاورزان امکانیت می‌دهد که قبض خاک نرم و هواگذرانی‌اش زیاد گردد. نمی بهتر نگاه داشته شود. مقدار غذا و هوا برای رسانی بیشتر وارد گردد. حاصل سال آینده زیاد و باصفت باشد. بلند شدن حاصلناکی زراعتی که شده و حاصلخیزی خاک از چقوری و صفت شدگار وابستگی کلان دارد. توصیه می‌دهیم که در شرایطی که آب و هوا خشک است و حاصلخیزی خاک نه آنقدر بلند است، گذراندن شدگار در چقوری‌های 30-35 سانتی متر را گذرانند. یکی از عامل‌های دیگری بلند برداشتن حاصلخیزی زمین این شورشویی و یخابمانی به حساب می‌رود که همسال کشاورزان با استفاده از منبع‌های آب‌های خود جاری عملی می‌نمایند. در شرایط ولایت سوق منبع‌های آب‌های خود جاری و ذخیره‌ای در ناحیه‌های سپیتامین، باباجان غفوروف، اشت، کانیبادام، اسفره، دیوشیج و استرافشان موجودند و کشاورزان منطقه‌های ذکر شده امکانیتی پورا دارند که از آن ثمرناک استفاده برند. به خصوص آب‌های خودجاری سوی خواجه بقرغان ناحیه باباجان غفوروف و اقصای ناحیه اسپیتامین در حالت استفاده نشدن، فصل زمستان منبع ذخیره ندارند و به دریا پرتافته می‌شوند. یخابمانی از مهمترین کارهای اگروتکنیکی زمستان به حساب رفته، باعث نابود کردن حشرات‌های ضرررسان، تخمی‌های علف‌های بیگانه، برانگیزندگان کسلی‌های گوناگون و از همه مهم نگاه داشتن نمی در خاک در شرایط تغییریابی اقلیم و کمبارشی می‌گردد. هنگام درست برای ماندن چاره‌بینی مذکور، دهقانان هم ثمره اقتصادی بلند و هم حاصلناکی بلند با صفت به دست می‌آورند. قریب که بی صرف مبلغ فقط با مهنت دستی بسیار فایده کلان برای خارجگیشان آوردنشان ممکن است. معلوم است که بعد از جمع‌آوری حاصل، تخمی‌های زنبوروخ‌ها، میکروارگانیسم‌ها، علف‌های بیگانه، باقی‌مانده ارگان‌های رستنی‌های به کسلی دچار شده در چقوری 20 سانتی متر خاک باقی مانده، منبع اساسی ضرررسانی برای حاصل آینده زراعت‌های کشاورزی به شمار می‌رود. ما می‌توانیم با واسطه استفاده چهارمینی یخابمانی معماهای مذکور را پیشگیری نماییم. یخابمانی حاصلناکی باغات و دیگر زراعت‌ها را بلند می‌نماید. باغ و تاک‌پروری در اجرای هدف مهم استراتژی تامین امنیت غذاخوری کشور موقع خاص دارد. برای بهتر نمودن صفت، بلند برداشتن حاصلناکی و زیاد کردن حجم استحصال محصولات، رعایت تکنولوژی پرورش درختان میوه‌دهنده حتمی میباشد. یکی از راه‌های رشد ساحه گذراندن آبمانی ذخیروی و یخابمانی به حساب می‌رود. طبق سپارش رئیس ولایت رجب احمدزاده، مسئولین ساختار کشاورزی وظیفه‌دار کرده شدند که روند شورشویی و یخابمانی زمین‌های کشاورزی و باغ و تاک‌زار را تحت نظارت قطعی گرفته در این سمت متشکلی کارا به میان آورند. از روی معلومات اداره هواسنجی در ماه دکامبر پس شدن حرارت هوا و یخبندی آب در نظر است و این امکانیت خوبی است برای کشاورزان در به دست آوردن نتیجه‌های دلخواه از یخابمانی زمین.